سرخط مهمترین خبرها 5 نفر بازداشت شد. دادستانی نواری لاتوکوبی سربازان را شرح داد. بازداشت یک بلوگر دشنامده در دوشنبه و نظرسنجی. میدانید که تاجیکستان از کدام کشورها قرضدار است؟ سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 25 اپریل است. دادستانی کل تاجیکستان نواری لاتوکوبی بی‌رحمانه سربازان تاجیک را شرح داد. صبح 24 اپریل نواری زدن سربازان از جانب سربازان بزرگسال‌تر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن با زبان تاجیکی صحبت می‌کردند. دادستانی کل تاجیکستان پس از چند ساعت نشر این نوار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خبر داد که 5 سرباز را در رابطه با لاتوکوبی سربازان بازداشت کرده است. به گفته نهاد، حادثه روز 15 دکبر سال گذشته در قسم حربی 0215 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان رخ داده است. این قسم حربی در حدود شهر کنی بادامی ولایت سوخت جایگیر است. دادستانی کل شام 24 اپریل اعلام کرد که نسبت به سربازان گمانبر با ماده 373 یعنی ویران کردن قاعده‌های آیین‌ناموی پرونده جنایتی آغاز کرده است. حادثه را دادستانی نظامی سوخت تحقیق دارد. هنوز نظر سربازانی که در این نوار دیده می شوند دسترس نشده است. این نوار ویدیویی در اوج موسم دعوت بهاری جوانان به ارتش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و خشم و غضب بسیار تماشابینان را برانگیخت. برخی هم مخالف پهن کردن نوارهای بی‌آبرو کننده ارتش شدند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که یک بلوگر با نام ماهیره علیوه را که در اینترنت دغل گفتاری و بددهانی میکرد دستگیر و با جرم اطاعت نکردن با امر کارمندان میلیسیا برای 5 شبانه روز حبس کردند. به گفته مقامات آنها ضمن یک سنجش معین کردند که این بلوگر به طور دائمی در شبکه‌های اجتماعی با سخن‌های قبیح نوار پهن می‌کرده است. هرچند به گفته آنها مقامات را قبلا هم چندین مرتبه برای پهن نمودن نوارهای دارای الفاظ قبیح آگاه کردند، ولی این بلوگر کار خود را ادامه داده است. نظر ماهیره علیوه دسترس نیست. مسئولان ریاست کارهای داخلی دوشنبه قریب هر روز در سامانه رسمی خود عکس پسران و دختران را گذاشته آنها را به دغل گفتاری و بدرفتاری ابدار می‌کنند. برخی از ساکنان این را یک راه اصلاح جامعه می‌دانند، گروه دیگر تحقیر می‌شمارند که به باور آنها نه تنها شخص متهم بلکه نزدیکانش را نیز در جامعه انگوش نما می‌کند. با اطلاع رسمی حجم قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده است. هرچند مقامات قرض خارجی را برای کشور خطرزا نمی‌دانند، ولی نگرانی‌ها از پیامدهای آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد. کارشناسان و سازمان‌ها بارها هشدار دادند که دوشنبه از پیامدش بیاندیشد و به دام قرض‌های چین نیفتد. قرض زیادی تاجیکستان از کشور و سازمان‌های خارجی بوده است و قسم اساسیش را از چین می‌گویند. همکاران ما سرویناز روح‌الله و نگاره فضل‌الدین از ساکنان پرسیدند که آیا می‌دانید که تاجیکستان از کدام کشورها قرضدار است و چرا؟ تاجیکستان قرضدار هستند یک 10-12 دولت با لیکن اما وای در سری وقت پرداخت شده شده است. دوره به دوره زینه به زینه پرداخت شده است. ما رشد و ترقیات اقتصادی مملکت که در این درجه بلند است این قطعی چی نیست، این پرداخت شونده است. بیشتر برای چی گرفته می شود؟ و انشاءات های بزرگی مثلا تاجیکستان من یکی از انشاءات بزرگ این گیس راغون است. قرض خارجی تاجیکستان میدونید چقدر است؟ 1 میلیون دلار خطای روسیه هم درش نمیده. این قرضا میدونید که به چی صرف شده است؟ قرضای کلان دولتی تاجیکستان به کدام خاطر میگیرد؟ خیلی میتونم بگم اینکه برای اون بیزنس بازی برای ساختن بعضی ابجکت‌های برای چیزی اجتماعی خلق بشه. میدونید تاجیکستان چقدر قرضدار است؟ نه.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. روز 9 مای که روسیه روز غلبه یا پیروزی بر فاشیسم را تجلیل می‌کند، پرزیدنت قرقیزستان صادر جاباروف به شهر مسکو خواهد رفت. ظاهراً و یگانه راهبر دولتی خواهد بود که در روز غلبه در جشن‌های مسکو شرکت می‌کند، می‌نویسد نشریه ویدامستی با تکیه به منابع دیپلماتی خود. مقامات قرقیزستان درباره سفر جاباروف به روسیه رسما چیزی نگفتند. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه به سوال درباره آنکه آیا از راهبران کشورهای خارجی کسی دیگری در روز 9 مای به مسکو خواهد آمد پاسخی نداد. در سال 2022 در جشن‌های روز 9 مای در مسکو کسی از راهبران کشورهای خارجی شرکت نکرد. این حادثه بی‌سابقه بود. در سالهای پیشین گذشت نظامی 9 مای در مسکو با شرکت راهبران کشورهای زیاد تجلیل می‌شد. حتی سال 2015 بعد از غصب کریم در گذشت نظامی در میدان سرخ مسکو بیشتر از 20 راهبر خارجی شرکت کردند که بسیاریشان از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل بودند. راهبران کشورهای غرب در سالهای آخر حضور در گذشت نظامی روز 9 مای را در مسکو قطع کردند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بقازاده همراه می‌بینیم. 25 اپریل سال 1900 عبدالرحیم حاجیبویف نخستین رئیس شورای ناظران خلق یا سروزیر تاجیکستان شوروی تولد شده است که نقشش در بنیاد جمهوری سوسیالیستی بحث برانگیز یاد می شود. یک گروه تاریخ شناسان حاجیبویف را شخص مهم در تشکل جمهوری جداگانه شوروی در هیئت SSSR می نامند. گروه دیگر او را در بی ارادگی سیاسی عیبدار می کنند که در نتیجه قلمروهای تاریخی و فرهنگی سمرقند و بخارا به حدودهای ازبکستان گذشت. در 38 سالگی با اتهام ملتگرایی بورژوازی به قتل رسید. بهار سال 1973 را سابقه‌داران حزب نهضت اسلامی زمان تأسیس این گروه در تاجیکستان مینامند، هرچند ثبت نام رسمیش 12 سال بعد در اوج پاشخوری SSSR صورت گرفت. حزب نهضت اسلام همچون یکی از طرف‌های جنگ شهروندی سال‌های 90 در هیئت اتحاد اپوزیسیون زیر سازشنامه صلح امضا گذاشت و چند عضوش به حکومت شامل شد. این تشکل تا سال 2015 یگانه حزب دینی رسمی در قلمرو آسیای مرکزی بود که در پارلمان تاجیکستان نیز نماینده داشت، ولی تیر ماه سال در کوشش تبدلات دولت گناهکار و با قرار دادگاه ممنوع و تروریستی اعلان شد، اتهامی که مسئولین این حزب همیشه رد کردند. 25 اپریل سال 1917 هنرپیشه معروف تئاتر و سینمای تاجیک توفه فاضلова تولد شده است. هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی 68 سال عمر دید. سالیان زیاد در تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی و تئاتر درامایی به نام لاهوتی دوشنبه کار کرده یکی از هنرپیشه‌های شناخته سینمای تاجیک هم بود. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.